قاعده 74 افعال خالق را بشناسیم. قواعد افعال تقریبا 6 قاعده هست. 6 قاعده افعال است که این 6 قاعده را باید هر کسی در یک لحظه یاد بگیره. این 6 قاعده را ما چه قسم در یک لحظه یاد میگیریم؟ یک کسی شاید بگه 6 قاعده را ما 6 قاعده را که یاد بگیریم ما مجبور هستیم بریم قرار در بغل کو اینا چی کنیم؟ این 6 قاعده را در یک لحظه یاد بگیریم. اینا نشته نکنین، من اول براتون میگم خوب سر مسائل کنین. من 6 قاعده را میگم، بعد از اینکه 6 قاعده را براتون گفتم شما این 6 قاعده را یاد میگیرید. بعد از اون نشته میگیم. همین 6 قاعده را ما چه قسم در 1 دقیقه یاد بگیریم؟ انگشتتان دست راستان کلتان تو کنیم. اینا مثلا وقتی که انگشتای دستانی قسم کردین میگیم سکن افعال خالق را بشناسید. این قاعده اول. صحیح شد نه؟ افعال مخلوق را بشناسیم. صحیح شد نه؟ قاعده اول چیست؟ قاعده دوم؟ اینا دو قاعده شد نه؟ اینا در قاعده اول و دوم افعال شناختن است. فهمید یا نه؟ افعال خالق را بشناسیم. دومش افعال مخلوق را بشناسیم. قاعده سومی چی است؟ افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم. آفرین. قاعده چهارمی چیست؟ افعال مخلوق به خالق نسبت ندهیم. فهمیدین یا نه؟ قاعده اول افعال خالق را بشناسیم. قاعده دوم افعال مخلوق را بشناسیم. قاعده سوم افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم. قاعده چهارم افعال مخلوق به خالق نسبت ندهیم. قاعده پنجم افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. در دو تایش شناختن است، در دو تایش نسبت دادن است، در یکیش تقاضا کردن است. و قاعده ششم است که افعال خالق با افعال مخلوق و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم. نفهمیدیم؟ خب اینا کلمه یک جای میگیم. افعال خالق را، افعال مخلوق را بشناسیم. افعال خالق را به مخلوق نسبت ندهیم. ما شما 6 قاعده در افعال داریم. شروع کنیم. قاعده اول افعال خالق یک قسم باز بگید. افعال خالق را بشناسیم. افعال مخلوق را بشناسیم. افعال خالق را به مخلوق نسبت ندهیم. افعال مخلوق را به خالق نسبت. افعال خالق را از مخلوق تقاضا و افعال خالق و مخلوق را با یکدیگر تشبیه نکنیم. خب باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس امروز خواندیم 6 قاعده را. اولش بود که افعال خالق بشناسیم، دوم افعال مخلوق بشناسیم، سوم افعال خالق به مخلوق تشبیه ندهیم، نسبت ندهیم، و چهارمش افعال مخلوق به خالق نسبت ندهیم، و پنجمش افعال خالق و مخلوق با هم افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم، ششمش افعال مخلوق و افعال خالق با هم تشبیه ندهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خواندیم که 6 قاعده درش وجود داره در افعال. اول افعال خالق بشناسیم، دوم افعال مخلوق بشناسیم، سوم افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم، و چهارم افعال مخلوق به خالق نسبت ندهیم، و افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم، و ششم افعال مخلوق و خالق با هم تشبیه نکنیم. الله برای هر قوم به زبان قومش پیغمبر فرستاده. فهمیده یا نه؟ اینا ما شما وقتی که علما وارثه پیغمبرها هستن فهمیده یا نه؟ این میاد که در قومت باید زبان قومی تا باید یاد داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. biz bugun darsga o'qidik 6 qoidani. Qoida avval shuki af'ol xoliq باید biz tanisak. افعال خالق بشناسیم. افعال خالق بشناسیم. دومش افعال مخلوق بشناسیم. افعال مخلوق باید biz tanisak. خب بشناسیم. Uchinchi shu biz سوم افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم. افعال خالقda biz باید مخلوقga nisbat bermasak.
مخلوق نسبت برمسای افعال مخلوق الله نسبت برمسای آفرین پنجمش بیشمش شو که و افعالی که الله متعلق با بزن مخلوقان تقاضا کنمسای تقاضا نکنیم یا کنیم نکنیم نکنیم اولتم شو که باید الله صفاتن بز مخلوقات تشبیه برمسای همچنان از مخلوق با الله این مخلوق دیگه بز الله تشبیه برمسای پس ما و شما این 6 قاعده را کل ما چی شد فهمیدیم که اینال قاعده 75 اینه میگفت که افعال خالق بشناسیم. افعال خالق بشناسیم. اینال در قرآن عظیم الشان مجموعه از افعال هست که مربوط به خالق متعال است. الله به خود نسبت داده. در همین است که این افعال از قرآن و سنت بفهمیم که این افعال خالق است. اصلا مشکلی که مسلمان ها در شرک مبتلا میشن می است افعال خالق نمیشناسن. وقتی که افعال خالق نشناختیم فعل خالق میری از مخلوق تقاضا میکنی، این مشکل پیدا میشه. پس باید انسان مسلمان موحد یکتاپرست افعال خالق بشناسیم. خب شما شاید بگوین بده برام چند مثال. اول فعل از افعال الله خلق کردن است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در آیات بسیار زیاد میگه که الله خلق کننده هست. مثلا در یک آیت شریف میگه هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. سوره بقره آیت 29. الله سبحانه و تعالی در زمین همه چیز خلق کرده. در دیگر آیت قرآن میگه که ولئن سألته من خلق السماوات والارض، اگر از اونها پرسان کنی که خالق آسمان ها و زمین کی است، لا یقولون الله، میگن الله هست. پس الله خلق کننده آسمان هاست. خلق السماوات والارض در قرآن آمده. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان خلق کرده. پس این آیات زیادی است که درباره چی آمده است؟ درباره ازی که الله خلق کننده آسمان ها و زمین و خلق کننده تمام مخلوقات و خالق ما و شما انسان ها هست. فهمیدی یعنی؟ به این اساس الله برای کی اگر یک کس دختر برش خانش پیدا میشه کی را خلق کرده برش؟ الله بر تو دختر داد، برای دیگه بچه داد، الله میده. برای دیگه هم دختر هم بچه داده. برای یکی دیگه هست هیچ چیز ندادن، نه دختر داره نه بچه داره، هیچ اولاد نداره. متوجه هستین نه؟ پس الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ لله ملک السماوات والارض. شما آیت قرآن شریف اگه پیش جان سوره شورا آیت 49 و 50 را پیدا کنین. در سوره شورا در آیت 49 و 50 الله سبحانه و تعالی خلق کردن انسان ها را بیان میکنه. چی میگه؟ میگه لله ملک السماوات والارض. ای مردم، مالکیت آسمان ها و زمین مربوط الله است. یخلق ما یشاء، هر چیز که خواسته باشه خلق میکنه. یهب لمن یشاء اناثا. هبه چی را میگن؟ تحفه میته، خلق میکنه و من حیث تحفه بر یک مخلوق خود اولاد مؤنث میته. تحفه الهی است. اینا کسانی که سر دختر کبر میکنن وای وای میگن در حقیقت اینا تحفه الهی را قبول ندارن. چقدر بی‌ادبی میکنن. خانش دختر شوه جنگ میکنن. وی خانه دختر الله تحفه دادید. الله میگه یهب لمن یشاء اناثا. الله برای بعضی از مخلوقات خود تحفه میده. چی را؟ اطفال مؤنث را. و یهب لمن یشاء الذکور. و برای بعضی از مخلوقات خود الله چون خلق کننده است پسر میده. اینال فالبینا، تاویزگرا، جادوگرا، فهمیدین؟ کسایی که باز مردم هم میگه که تو خانه دختر میشه بیا که من دخترت تبدیل کنم که بچه شوم. اینال یهب لمن یشاء برای بعضی اینال کسایی که فالبینا میگه نه من بچه خانه تو دختر میشه بیا که بر حکم نشتا کنم که بچه شوم. این تقدیر الله مداخله میکنه. فهمیدین؟ الله برای یکی دختر میته، برای یکی پسر میته. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا اردویش برشان میده. یعنی اردویشانه جوره میکنه برشان پسر و دختر اردویشان میده.
و چهارم قسم چی است؟ و یجعل من یشاء عقیما. و چهارم قسمش کسی را که خواست الله عقیم میگردن. یک کسی را الله هیچ اولاد نمیده، نه دختر میتش نه پسر برش میده. حالا مثلا برای کسی الله هیچ اولاد نداد، این باید شکر بکنه بگه پروردگارا آنچه که الله بر ما مقدر کرده به تقدیر الهی راضی هستم. چرا؟ المال و البنون زینت الحیات الدنیا. باز آیت دیگه میگه که انما اموالکم و اولادکم فتنه. بعضی کساس در اولاد امتحان میشه. خوب دیندار است، دخترش بیدین مبرایه، رقاصه مبرایه. خودش خوب دیندار است، دخترش رقاصه است، به خاطر دختر رقاصه خود در دوزخ میره. این دختر میداشت خوب بود یا نمیداشت؟ نمیداشت. یک کسی دیگه است خودش خوب دیندار است، بچهش کافر و کمونیست است. بسیاری کمونیستا را که نامای شناسایی کنین داشته از بچه ملا فلانی، پدرش ملا بودن، بچه چی شدن؟ کمونیست شده. پس اینجا به خاطر که اولاد خود درست تربیت نکرده، همین پدر به خاطر همین اولاد، چرا که الله برش گفته که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، شما وقایه بکنین خود و اهل خانواده تانه. این حال این اهل خانواده خود به تفاوت گذاشته. بعضی از کسا هستن یک بچه که یک وقت پیدا شده بود در تلویزیون میفسای که استاد دایی قرآن غلط تفسیر میکنه. در قرآن خود گفته که ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس مسئولیت کس دیگر را نداره. درست است، کس مسئولیت دیگر نداره در صورتی که در بالای از قدرت و قوت نداشته باشه. مثلا من مسئولیت خودت ندارم. چرا از خودت ندارم؟ به خاطر ازی که من پدرت هستم، نه سر تو زور دارم، نه خلیفه هستم، نه رهبر تو هستم، نه. این حال اگر مثلا یک کس کافر میشه، ولا تزر وزر ترامپ بالای من نیست، او کافر است. ولا تزر وازرتون وزر اخرى. ایده قسمت است که سرکس زور نداشته باشی. اما در قسمت اولادایت خوب است. پیغمبر سمیه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. کل شما مثل چوپان هستین، کلتان از رعیتتان چی هستین؟ مسئول هستین، در روز قیامت پرسان میشین. الله میگه ای آیت قرآن باز نمیفهمن. باز الله چی میگه؟ امور کاکا ما برتوشته میکنم، امور من ما برتوشته میکنم. در آخر هیچ چی تو چی نکن. خب پیش 40 تا شاگرد نره، پیش یک استاد برو. این می آخر کامدی من کلش برتوشته میکنم با تمام کیفیتش. این شما که گپ میزنین 3 نفر، درس من مغز من اخلال میشه، باز من نمیتونم درس صحیح بتونم، فکر من دیگه طرف میره. یعنی من از امریکا از ترامپ آوردین در افغانستان، اگه من رفته بودم اونجا زدین تیاری ما سقوط دادیم. فهمی؟ این حال ولا تزر وازره وزر اخرى مربوط به چی میشه؟ مربوط به کسی میشه که تو بالای از صلاحیت نداشته باشی. اما از اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تمام شما مثل چوپان هستین و از رعیتتان چی هستین؟ مسئول هستین. از این خاطر عمر بن عبدالعزیز رحمه الله میگفت رضی الله عنه میگفت که اگر یک گوسفند در عراق در سر کوه از کوه لول بخوره، الله از پیش ما سوال میکنه که چرا سرک برای جور نکردی؟ چرا برای گوسفند راه جور نکردی که گوسفند لول خورد و تو راهش جور نکردی؟ این حال با این قدر مسئولیت پذیر بودن. حالا از ما یگان تو بچه‌ها چی میگه؟ یک بچه خیسته که نیست استاد دایی قرآن درست نمیفهمن، این غلط تفسیر میکنن. ولا تزر وازره وزر اخرى، مرا به خوارم چی؟ مرا به مادرم چی؟ از این خاطر چی میکنه؟ خوارق را صبحکی خوارش آرایش کرده مینی جوب مبرایه بیادر بی غیرت. این باز قرار سل میکنه. اگر به ایمان، اگر ایمان میداشت که الله میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، امر الله هست نیست. میگه امی قسم که خود از آتش دوزخ وقایه میکنی، باید اعضای خانواده‌ت هم چی کنی؟ از آتش دوزخ وقایه کنی. اگر مادرت از خانه به حجاب برآمد، در روز قیامت الله از پیشت پرسان میکنه. از خواهرت پرسان میکنه، از دخترت پرسان میکنه، از خانمت پرسان میکنه. او صاحب جوان خیسته در تلویزیون دیگه بر مردم فتوا میتنه، در اروپا است دیگه. ولا تزر وازره وزر اخرى، مرا به مادرم چی؟ مرا به خواهرم چی؟ مرا به دخترم چی؟ مرا به خانمم چی؟ این قرار از خانم ببره شامیه خفتنکی 9 بجه قرار شیشه. کجاست مادرت؟ والا مادرم رفته در اینترکانتیننتال. وی هم انفجار که شده. الله مادرت نپریده باشه. سویش خبر نداره خانمش کجاست؟
در اینترکانتینتال شیشته. یک لنگش در شفاخانه ایمرجنسی است، یک لنگ دیگهش هم در شفاخانه وزیر اکبر خان. یک وقت خبر میشه که مادر اولاده در کجا بود؟ در اینترکانتینتال. الله میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. سرازامت ملائکه قوی هست، کش میکنه بی غیرت انسان. تو میخوای جنت بری، زنت رقاصه، زنت به حجاب، دخترت به حجاب، خواهرت به حجاب، مادرت این قسم فیشن کردگی سرخی سفیده کرده میبره، ببرینش به دوزخ. یا امر الله را تطبیق نکرده. من گفته بودم که تنها خود از آتش دوزخ نجات بده، یا گفته بودم چی؟ و اهلیکم. فهمیدین نه؟ اینا اگر کسی در یک وزارت کار میکنه، اگر 5000 زن به حجاب است، در روز قیامت جواب 5000 زن به حجاب میته وزیر سه. اگر رئیس پوهنتون است و 10,000 دختر به حجاب می و سرخی سفیده کردگی که بچه ها زیر درخشیشته، در روز قیامت چون کل ازیا زیر دست عزیز اهلش گفته میشه. فهمیدی یعنی؟ باز در روز قیامت به اندازه مسئولیتت چند تا خواهر داری، چند تا دختر داری، چند تا فامیل داری که زیر دستت است. صحیح شد نه؟ الله میگه من را منکم منکرا فلیغیر، رسول الله میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیده. فهمیدی یعنی؟ یک وقت من خودم عروسی کرده بودم، خانم ما چادر گاچ داشت. من گفتم این چی است؟ چادر است. گفتم چادر نیست، این چادر گاچه. کی چادر گفته؟ حالا چادر گاچ پیدا کردن جراب گوشتی. جراب گوشتی مانا که جراب میپوشه فکر میکنی که هیچ نپوشیده. صحیح نه؟ این چادره که گاچه که بی آی جی میپوشه که چادر نیست. مویاش معلوم میشه، یخنش معلوم میشه که ما خانم گفتم این چادر نیست. الحمدلله خانم من 11 دانه یا 13 دانه چادر گاچ داشت، کلش وسان داشت. چادر کلانی که باید کل سر انسان، مویای انسان کلش باید چی شود؟ به خاطر چی ما به خانم میگم؟ به خاطر که او اهل ما است. قو انفسکم و اهلیکم نارا. یکان تو پدرها قرار شیشه دخترش پتلونه که برجس میره. رفتی وقتیم بر بخیر. خانمش سرش لچ شیشتی که نامحرم خوب کردی. کل جاده روز قیامت محاسبه میشه. فهمید یعنی؟ خب پس گپ ما شما سرازی بود که الله سبحانه و تعالی در صفت یکی از افعال الله سبحانه و تعالی فعل خلق کردن است. دوم از افعال الله سبحانه و تعالی حفظ کردن آسمان ها، زمین و آنچه در آسمان ها و زمین است. یارا به قدرت خود کی حفظ میکنه؟ الله حفظ میکنه. این کهکشان های سیارات، شما که در ساینس میخیدین در یک تلسکوپ بشینین سیل کنین، در بعضی کشورها تلسکوپ جور کردن، وقتی میری چرپ میتی در بین از این میشینی برات نشان میده کل کائنات. سبحان الله. یا یک منظم روانه. سیر کی حفظ میکنه؟ الله میگه که ان الله. آیت چندم است؟ این شما سعی کنین سوره فاطر آیت 41. در سوره فاطر در آیت 41 الله سبحانه و تعالی میگه که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه آسمان ها و زمین که چی است؟ که اینا زائل نشن، منحرف نشن. و اگر الله اینا را ترک بکنه، حفظشان نکنه، و این خواب ولا ان زالتا ان امسکهما من احد من بعده، اگر الله اینا را چی کنه؟ منحرف بسازه، خراب کنه سیستم از اینا را، باز هیچ کسی ایره حفظ کرده نمیتونه. از این خاطر الله در قرآن میگه اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت. این قیامت میگه که الله کلی سیستما رو چی میکنه؟ خراب میکنه. باز هیچ کسی این سیستما رو جور کرده نمیتونه. پس به اساس این آیت ما شما میگیم که آسمان، زمین، آنچه که در زمین است، سیارات و دیگه کهکشان ها که در بالا هست، در فضا هست، کل از الله سبحانه و تعالی چی میکنه؟ حفظ میکنه. بعضی کسا میگه کابل عاشقان عارفان حفظ میکنه. این آیت قرآن نمیفهمه. خیلی پیش از عاشقان عارفان که هنوز تولد نشده بودن کابل کی حفظ میکنه؟ کابل وجود نداشت، زمینش وجود داشت اگه نقشش به نام کابل نبود. مزار حضرت علی حفظ میکنه.
حضرت علی که تولد نشده بود مزار وجود نداشت؟ ها؟ از تولد حضرت علی خو 1400 و چند 50 شد چرا که وقتی رسول الله چی شد مبعوث شد حضرت علی 10 ساله بود و ما شما تاریخ 50,000 ساله داریم. میگیم نمیگیم 1500 سال پیش که حضرت علی تولد نشده بود مزار کی نگاه میکنه؟ غزنی را میگه مثلا صنایع غزنوی نگاه میکنه. این دیگه با کس بعضی کسا احساساتی بحث میکنن این افعال الله هست، حفظ کردن کائنات. پس این انسان مسلمان وقتی که قرآن فهمید بازی گپا را نمیزنه. اونا کسی گپا را میزنن. خب انجام دادن امور بدون وسایل و اسباب. الله سبحانه و تعالی امور خدا بدون از اینکه چیز باشه وسایل باشه الله انجام میده. تو مخلوق هستی که از چوب میسازی، تو مخلوق هستی که از آهن موتر میسازی، تو مخلوق هستی که به وسایل و اسباب نیاز داری. الله خودش مسبب الاسباب است، خودش خالق از این اسباب است. پس الله سبحانه و تعالی به این چیزا احتیاج و ضرورت نداره. از این خاطر الله سبحانه و تعالی چی میگه در قرآن عظیمشان؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الله سبحانه و تعالی وقتی که یک چیز رو خواست خلق کنه خلق. آدم علیه السلام گفت که خلق شو، روح داخل شده به این ازی آدم علیه السلام خلق شد. عیسی علیه السلام گفت بدون پدر خلق شو، بدون پدر خلق شد. بی حوا را گفت که از قبرغه چپ پیغمبر خلق شد. حالا زنها خوشحال باشن که پیغمبر زاده هستن. ما و شما خاک زاده هستیم از خاک پیدا شدیم نه؟ و سپس از آب. اصل ما و شما خاک است. بی حوا از کجا پیدا شد؟ از پیغمبر. این حال کسی که قبرغه کاش ما از قبرغه چپ آدم علیه السلام پیدا میشون در بینتان کلتان افتخار میکنیم. شما چی هستید؟ شما از خاک پیدا شدید، ما از پیغمبر. این حال بعضی کسا که نمیفهمه این بس چطور ایده تو گفته؟ تو کی میفهمی قدر قبرغه پیغمبره؟ فهمیدی یعنی؟ این حاله چهارم فعل الله چی است؟ اجابت کردن دعاهاست. الله میگه که ادعونی استجب لکم. اینجا یا متکلم است. کسایی که نحو و صرف درست میخوانن باز خوب قرآن هم میفهمن. اما بعضی نحو و صرف هم میخوانه، بلاغت هم میخوانه، نحو هم شرماندهش، صرف هم شرماندهش، بلاغت هم شرماندهش، غٹ بلا شرماندهش. چرا؟ باز به معنایش فکر نمیکنه. تنها دمو مصروف است در لفظ. چرا فاعل مرفوع شد؟ چرا مفعول منصوب شد؟ نمیگه چرا ادعونی گفته شد؟ به خاطر اینکه که الله یا متکلم است. الله سبحانه و تعالی در جاهایی که یک قاعده اعتقادی است و در قرآن هم از قاعده قرآنی است. یک قاعده قرآنی اعتقادی رو یاد بگیرید. و قاعده اعتقادی قرآنی کدام قاعده هست؟ که در جاهایی که الله عظمت خود بیان میکنه ضمیر جمع را استعمال میکنه. قدرت و قوت و عظمت خدا که بیان میکنه باز در اونجا بر خود ضمیر چی استعمال میکنه؟ ضمیر جمع را استعمال میکنه. مثلا میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما هستیم که این قرآن فرستادیم. چرا ما میگه؟ اینجا اسلوب تعظیم ایره میگن که الله عظمت خود بر بنده های خود نشان میده. فهمیدی یعنی؟ و باز در جایی که عقیده را بیان میکنه باز الله ضمیر چی نمیاره؟ مفرد میاره. اینجا موضوع اعتقادی است. چی میگه؟ ادعونی. فهمیدی یعنی؟ در اینجا چی میگه؟ شما فقط دست دعا را به کی بالا کنین؟ برای من. چرا؟ الله میگه استجب لکم. من بر شما چی میکنم؟ اجابت میکنم. پس اجابت کردن دعا فعل کی هست؟ فعل الله هست. پیغمبر دعا را اجابت کردن نمیتونه. متوجه هستین؟ پس دست دعا را باید به بارگاه کی بلند کنیم؟ بارگاه الله. چون که او المجیب از اسماء و صفات الله هست. از پیغمبر نیست، از صحابه نیست، از اولیاء الله نیست. اینا چیست؟ در آیت دیگه قرآن الله چی میگه؟
اما یجیب المضطر اذا دعاه، کی میتونه که انسانی را که در حالت اضطراری قرار داره و دست دعا بلند میکنه، کی میتونه این اجابت بکنه؟ و یکشف السوء، و کی میتونه که امو سختی ها را از او کشف بکنه؟ بغیر از الله هیچ کس نمیتونه. پس چرا دست دعا با بارگاه مخلوق بلند میکنیم؟ یگانه تا چی میگه؟ این ضرورت بس سختیده نیست، کلگی موحد است. خیلی موحد صاحب، تو که خیلی موحد هستی، چرا با بارگاه مخلوق دست دعا بالا میکنی؟ چرا در زبانت به عوض نام الله نام مخلوق است؟ پس معلوم میشه زبانت موحد نیست. خودت موحد هستی، زبانت چی است؟ مشرک است. خودت نامت موحد خان است، دست چی است؟ مشرک است. چرا دست دعا رو با بارگاه کی بلند کردی؟ مخلوق بلند. یعنی بسیاری کسانی که در خانه مسلمان پیدا شدن میگه ما که در خانه مسلمان پیدا شدیم چرا درس عقیده بخونیم؟ اون دو میگه ما در خانه اون دو پیدا شدیم. میگه من چی ملامت هستم؟ خاطیم اون دو بود. ها؟ او دیگه میگه ما در خانه یهودی پیدا شدیم، من چی ملامت هستم؟ خب پدرش یهودی بود. نیست. پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خویش شو اگر مردی. ابراهیم علیه السلام پشت نام پدر خود گشت. پدر ابراهیم علیه السلام چی بود؟ مشرک بود، اما پشتش نگشت. ششم فعل از افعال الله سبحانه و تعالی پناه دادن است بدون وسایل اسباب. الله پناه میده، با وسایل اسباب نیاز نداره. از این خاطر الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امتت، من که پیغمبر هستم اعوذ خودم پناه میبرم به رب الفلق. با کی؟ به پروردگار، به رب الناس، به پروردگار انسان ها. پس من خودم که پیغمبر هستم به الله پناه میبرم. شما اگر امت واقعی ما هستین، شما به کی پناه برین؟ به الله پناه برین. چرا بر پیغمبری خطاب میشن؟ به خاطر از اینکه بسیاری کسایی بودن به نام دیندار و مسلمان و پیرو ابراهیم علیه السلام به بت‌ها پناه میبردن. یک تعداد مردم بودن به جن‌ها پناه میبردن. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. یک تعداد انسان ها به جن ها پناه میبردن، بعضشان به سنگ پناه میبردن، بعضی به بت پناه میبردن، بعضشان مثلا به یک مورگک پناه میبردن. میفی مورگک اشتک من نگاه میکنه، اشتک خدا به الله پناه نداد. به چی پناه داد؟ به مری. ده مری دل بلا نساتی. اینی چشم مورگک اشتک مور از بلا نگاه میکنه. به مورگ یک دانه سنگ در گشتن اشتک خدا ویزان کرده، یک دانه چوب ویزان کرده. در حالی که پیغمبر میگه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. دیگه الله هست که مالک آسمان ها و زمین هست، مالک حقیقی. قل فمن یملک من الله شیئا. کی میتونه مالک از اینا باشه؟ مالک زمین است، مالک آسمان ها است، مالک پیغمبرها هست، مالک جنت است، مالک دوزخ است. الله سبحانه و تعالی مالک همه از اینا هست. دیگه تدبیر و تصرف در کائنات که است مربوط الله هست. یدبر الامر من السماء الى الارض. فهمیده؟ روزی دهنده الله هست. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. زنده نمودن و میراندن هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون.